تشنابم کنسل شد دوستا، دیگه ما میخوایم سولار یا مثلا این فلیزر یا بیتری یا این دکان کلان دیگه گفتگان تا غرفه مامانو بگیرش خود بگین که از کجا شد یا اینجا چی میکنه. هنوز خانه خالایزه به سر نرسیده، کل چیزا اینجا برچی آمده. به نام خداوند یکتا به نهایت مهربان. سلام برسد وطندارای نازنینم. خدا کنه جور و صحتمند و از سر حال باشین و دور از گزند روزگار. عزیزان دل بازم خوش آمدین به یک بلاک خرابی و ترابی و چپه کردن راسته کردن. گفتگان تا به می حالت گلی و خطی که هنوز هم جریان داره دوستا. دیگه تا که میگه چی میگه، کار کارک نگوی، خانه را خانگک نگوی. واقعیت که کسی میگه ما آبادی میکنم یا کار خانه را انداختیم، میگه می چی میگه؟ خاله یک کار خانه چیز چند تا گل کار که انداختی، استاز کار مزدور کار انداختی بر جورش میکنه. حالا ما رسه که از برای خدا که خب بند ماندیم در چی دستک هم تیار داشت. خب خیر دستکاش هنوز خوردم است، دستک داشت و نه تیار و دیوالاش بلند بود. فقط چی کاغل کردیم در نمه قدر کاغل ارسی و دروازه و غرگل و مطلب تلتفت بخی بند ماندیم. و دوم دیگه دوستا که اینه قدر خاکه دیگه علا که ما را کشید ایتو گلندر دما کده که هیچ پرسان نکن. اینه میالا بشیمی تل سر نمی چوکی ششتیم که هرچی پروژیسر گفت که در این زمین بیشه. گفتم نه میتونم. پایان ترقیده کلش کفیده درد دیگر هم درد داره، شانایم دستایم کلش. دوستا دین روزم پچکاری شدم، این دو جای دستم رفتم پچکاریم گرفتم. این اینجا من گفته یگان تا پچکاری کردم به خاطر از اینکه بسیار جان درد، گلون درد، صدر جان از و تر سرطب افتیده، بسیار گلون درد و جان درد. خب خاک از گل است، نم است دیگه چطور کنی؟ اینقدر جای شتانیستم از اونجا تا اینجا را که خاک بردیم اونجا کٹ کردیم. نه تا خانه را اونجا که کٹ کرده بودم ورا خو بردم تخت کردم دیگه دوستا. اینم قدرش که اونجا بردیم کٹ کردیم و هنوز مانده. یا خداوند خیر بده. بچه کمی ما گفت خیر است من میایم. آل او آمد دیگه گفته یگان تا شد. گفت خیر باش که من برم اونجا اخته شم کاروچی پایین. گفتم کاروچی را پایین نکرده. و دوستا یک چیز دیگه نگفته نمانه که بچه کمی خواست که می دکانکش از می لب سرک شارواله چی کرده بود. گفته بود جمع کنین غرفه مرفیتان از جوز کنین. باز یک روی انداخت بر من گفتم خیر بیاین این جای دیوال تا کو اینجا که برای جور کو دکانک تبان سرک است. گفتی یگان تا هر کس که مشتری باشه دیگه خود ساجق و پاپور و بسکوت و چیزا دیگه چی داره در جای فروخته میشه. گفت روی انداخت حقیقت کردیم کار کرده زحمت کشیده بود. خیر ببینه اگر نان بگم نان میرسانه، اگر چای بگم چای میرسانه. در بازار کار داشته باشم زنگ بزنه بچاره میدوه. خب خیر است اگر دقیقا جیب خود مصرف نمیکنه دویده نخوا میدوه برم خود میایه به نسب گپ به نسب زبان برم حاضر میشه. خداوند جوان مرگ نکنه و خداوندش خیر در جوانیش برکت کد کل جوانای ما کد کل عزیزای ما دیگه. گفتم بیار خیلی دکانه که اینجا باز دین روزی را کرن است اسکواتور است چیز نمیفهمم. اونمو قیل کد آورد اینجا یک مانده که تا اینجا را جور کنه. دوستا کمیرای ما را بند کرده دیگه کل چیز شب چاره را پنده در پشتش کرده. اینجا یک نیمه و نیم کله اینا سامانایشون اومد مینی چیز نمیفهم دی کارتن اونم شمسیش است، شمسی دکانش است، بیتریش است، اینی میزه که دکانش است. این اینجا ما نه اونو چیز مچم شیشه خانه است نمیفهم چیز دیگه. اینی هم دکانکش که میره گفتم خیلی زودتر میره امروز غمش بخو که من کار ما بند شده دیگه. اینه میا خلاص اینی کلم بوسو شوه. این بچه کمیم گفت خیر من میگیرم یک اندیوال مم کتی میارم. خیر است اینه میره اندیوال ما پیسه بده. خیر اگه من نمیتی اندیوال ما پیسه بده که بیا اینه میره او بکنه که ما جای کنم ببرندنت خانه تخت کنم. من گفتم خیر است مشکل نیست. خیلی اول میگم دکان خورده شوه اوز شوه سر را دیگهش خدا مهربان است. خب قربان از این زمان و دولت و قانون که خودتان خود میفهمین دوستا که چی رقم گردوریست در شهر کابل یا ولایت ها یا هر جایی که است، جایی که نقشه برابر شده همین تو دنیا گردورد شده.
خصوصا در نقشه اگر بلدنگ باشه بلاک باشه خدا کنه 100 لک مصرف کرد خدا کنه 100 میلیون مصرف کرده باشی ولی او پشت تو نمیگرده که چقدر مصرف کرد میگه زود کده ور داره اینجا وز کو کالای تا بکش که نقشه اومده چپه میشه دیگه ای بیچاره هم خب بخون دل غرفه جور کردن تیار کردن یک 4 تا پاپل یک 4 تا ساجق یک 4 تا انرژی گفتی یکان تا یک صابون کالاشی نیم چیزا رو انداختن که باش که یک روزی گاو بگیم و پیدا شد دیگه اینم خدا رو صدقه شم که تو سرش نقشه آمد و خیر مفتم بیا مرخ نخوردی توم که ما یگان جای میرم فکر تا سرمی خانم بگی سرمی گفتی یگان تا جایم بگی ما که میرم فکر سرم در دروازه باشه دلم هم جمع باشه میگه خیر دختر ماما جان من در خدمت هستم تشویش نکو تو که ما از گپ من افتیدی از روی من شرمیدی یک زن زاد ما سر خودم سرتان تیر هستم یا خداوندش اجر بده خداوندش جان جور بده دیگه توکل به خدا می دلم جمع باشه که یگان جای میرم نمیال باور به خدا که سر و از دیدن نیست کالا ناوردیم کت یک چپن آمدیم کت یک جوره اینی کالا که در زیر کالا این بود آمدیم دوستا بسیار کالایم چرک شده چپنم کالایم سر و از ما دیدن نیست سرم که یک دفعه رفتم خانه امیم یک سر ریم ششتم پس آمدم صدف جا نمام کن ولی هرچی که باشه خانه است اصولات که در خانه است سرکار نمی باشه دوستا دیگه از اون خاطر گفتم دل ما جمع شوه که کمی کارایم پیش بره دیگه توکلم به خدا اینمی دو شو میشه که بیرقم خواب باد از دوستا بیرقم آسمان غبار می باشه خراب می باشه دم دو شو مخاو ندارم الله پاک رحم کنه و خداوند خیر پیش کنه که بخیر همین خانه و یا سرش پوشانده شوه کاکل شوه این منطقه کاوس نزده شوه دوستا یک چیز دیگر خواستم براتون بگویم که اینمی تشنابک را که جور کردم نیمه و نیم کله مانده این از اینجا بخی وسو کردم دوستا پس بیرانش میکنم به خاطر از این که این همی نخچه را خراب کرد بخی همی دیزاین همی اولی را خراب کرد خیر اگر گلکار نیستم شاید مزدورکار باشم ولی ایتر است که این نخچه اولی را بخی خراب کرد تشناب بدره به بسیار جای خراب چون زمو خاطر ما این خواستم بیران کنم دوستا دینی رسته است دروازه کوچه لب سرک است امی لب کوچه خواستم که دروازه تشناب همین جگه بکشم در پالیش هم تشناب سرجانشویی و در پالی تشناب سرجانشویی دوستا در این قسمت خواستم یک آشپزخانه گک بگیرم بخاطر دی که دل سر تا سرم تو جور شوه پاک شوه منظم شوه کمی تک پاک کالا مالا زیادگی رو چکن آدم در یک اتاق کنه و چیز بیکاره و ناکاره کلش در یک اتاق کنه میمونه دالز هم کم تو پاک باشه ستره باشن هزار چیز دیگه خواندی میشه دیگه این خواستم دوستا که ما بیران کنم اینال ای بچگه کمی ما گفتم تو اول غم دکان تا پخو انشالله تو وقت خدا میروان یک چند پس اسم شک پیسه گل پیسه ریگ پیسه یک خلطه سمت پیدا کنم پیسه یک چند موتر گل برابر شوه که بخیر امی ورگل و پلاستیک و مچم نمان و بگیر و یاره برابر کنم که سر خانم پوشنده شوه خود تا که میار برابر میکنم تا که گل سو نشوه خب سعی کن دوستان نشان بده تصویر ایسو دور بخواه بچه خندم سعی کن دوستان این دینی حالت باز گل آورده نمیشه دی حالت موتر نمیه دی حالت اگر در کوچه بندازدش خود در کوچه خاک گل گم نست میشه نصفش در جوچه مرا نصف شوسو میشه نصف در تایر موتر مرا نصف در تایر کاروچی مرا دیگه باز چی فایده خودتان خو شاهد هستیم که بسیار خون دل به دست میاد و بسیار شیمی دل پیدا میشه اینم از برکت دوستا هم وطناز دوستا که یک خواهر عزیز ما خداوندش اجر بده خیر ببینه که پول روان کرده گفته که چیز داد نامم گرفته نشه نام ما نگیری پول روان کردیم که باید چی کنیم خشت به طلبی برید به خاطر گل و هر چی که ضرورت داشتی باید چی کنیم چی کده؟ برو میری سر کن چی تا سر کن چادرک تا بیا برو میشه 20 سالای دیگه از بیا بچه اگه کمیم از دوستا میگم من برم برو بیا که میری بره دیگه حالی تا خو نیست که در تصویر نامدی ها بچه دیگه از جان دل خیر ببینه در مال عمر روزیش برکت خداوندش اجر بده و خداوندش خیر نصیب بکنه الله پاک هر مشکلی که داره مشکلاتش آسان بگردانه
دیگه ای که در این وقت دست من میگیرن، خداوند سرشان رحم و شنی بکنه و خداوند چیزی که مریضای ما از مریضای حل اسلام است شفای کامل عاجل نصیب بکنه و چیزی که خواهرای ما در مشکل گرفتار است خداوند متعال از برکت خود از دربار خود مشکلاتشون آسان بگردانم و دعاهای ما برای غریبا و مستحقین و غم دیده و دردیده افغانستان خداوند برشان مستجاب سازه. دیگه الله پاک سر کل مؤمن مسلمان رحم کنه. توکل به خدا، تن به تقدیر الله. کجا میری؟ کجا؟ دیگه ببخشین عزیزان که بچه کمیم موتورسیکل سوار شد رفت دیگه گفت برم خانه، زنگ زده برام چی میگو برش زنگ زده که زود که یک دفعه بیا اینجا او رفت که از خاطر که از با گپ شدم دیگه. خداوند مشکلات های همه هموطنای ما از خواهرای ما از برادرای ما از بچه و دخترای ما خداوند متعال حل بسازه و خداوند پاک مشکل کشاست مشکل همه ما شما را آسان بگردانه و کسایی که واقعیت مریض دارند در بستر مریضی هستند خداوند پاک مریضکایشان از دربار خود شفای کامل عاجل نصیب کنه. ما همیشه وقت دست به دواستیم دوستا، اگر دیگه از دست ما پوره نیست باد نمیزنیم، گپ کردن نمیزنیم، یک مظلوم هستیم، خاک پای عالم هستیم، در این شرایط گفتی یگان تا کار میکنیم زندگی رو پیش میبریم، فقط همی که نماز خدا بخوانیم یک دعا دست ما پر است و نماز تهجد که بخوانیم 2 بجه شب اینمی یک 2 رکعت نماز میخوانیم اینمی دعا دست ما پر است که ما بخزیم 2 بجه شب مثلا نفل بخوانیم تهجد بخوانیم دعا بکنیم. فقط از اینمی دعاهای ما به نصیب نباشین، همیشه وقت یاد ما باشین و که از دعاهای ما به نصیب نشین و خداوند متعال ای هر یک ما با دربار الله پاک میزنیم و خداوند را یاد میکنیم و حق شما دعا میکنیم خداوند دعاهای ما را مستجاب سازه. خداوند خودش مشکل کشاست، مشکل همه بندگان خدا آسان میگردانه. همه تو که من مشکل دارم یک نه بهانه میشه، یک چیز برابر میشه، یک چیز آسته میشه دوستا که مشکل مل میشه. الله پاک از دربار خود مشکلاتایتان آسان بگردانه. الله پاک سرتان رحم و روشنی بکنه. در هر گل دنیای کستین و خداوندتان از دشمنی دنیا و آخرت نگاه کنه. کامیاب موفق باشین دوستان. دیگه اینی خشتا که از دوستا پایین میره بوسه میشه کلش یک لب چینده میشه بیکار است. خب دوستا هزن دیگه بازم بخیر نمی کارا و نمی خشتا را جمع کنن، یک بغل جمع شد نمی کل چیز جمع شد اولی یک رنگ شد که دکانم بچه کمی ما اوسو شد سر را که بخیر امی گل و خشت و یگان چیزایی که ضرورت داریم باید همینجا یک جای بجای شد. حالا فعلا این غرفه که از این مسکین بیچاره در سر رمانده شد رای ما را بند انداخت. دومی دیگه که اینجا یک نصف اینجا چقر مان اونجا بلند مان ایشون بلند مان این حالا که اگر اول خود دکان از اینجا پس شوه ای که نشه موتور گل که گفتم در کوچه بیا بفته کل خاک ری گم میشه. این دکان از اینجا اوس شوه انشالله تا دیگر کارش میکنیم دیگر شام بیا رقمش غمش بخوره. حالا خود دیدین که زنگ آمد برش از خانه رفت اگر نه خود تا وقت این منطقه را خلاص میکرد جای میکرد اونجا در کراچی پایین برده میره که نتخانه تخت شوه دیگه بخیر خلاص شوه. که یک دفعه دوستا ما نمیت یک تصمیم گرفتیم که پیسه دستم شوه و پیسه جور شوه بخیر که نمینجا گل خشت اونجا به خاطر اینو سر دیوال میبینین اون خواب ببینین سر دیوال کس بیخی پخش است نسبت به این خانه او یک کم یک رنگ شوه تازی که دستک انداخته شوه. اینجا اونجا خشت مندازم اینجا گل مندازم دوستا دیگه اینجا من خشت اینجا کٹ کردم خشت پخته را باش نشانتان میدم در تصویر. در بیرون موتور خالیش کرد چون دکان از بچه‌ک در سر راه قرار داشت. در بیرون گفتم هر چی زودتر بچه‌ک هم گفتم وردارش در میکن داخلش کو هر چی که باشه شو بغل دروازه قایم میشه. از امیرا ببرن باز یک دانه خشت بر متلاس نمیشه سختی گفت یگان تا خودتان میفهمین که بسیار سخت است مشکل است کمی نفر نباشه یا بودجهش نباشه چه رقم پیدا کنی بیاری و اگر پول و پیسش پیدا کنی نفر نداشته باشی هم سخت است. تمام خاطر گفتم خیلی یک مسکین اینجا کار میکنه بیا خی همین خشتار و از هم اولتر درو کن خشتار درو کد رفت اونجا که پرانه رو پر کنه همینجا زنگ آمد خورا خانهش به خدا کنه خیرتی باشه قراری باشه همین جور باشه توکل به خدا بخیر پس میه. ما هم چای صبح نخوردیم دوستا دیگه فعلا ساعتم میشه 10:30 بجه روز دیگه تال چای صبح نخوردیم برای زوگه کم نان تلبیستم من اینجا مانده نانم آورده خودش کردم و بازار میه نانم آورده دوستا نان روغنی آورده دیگه نانم هنوز نخوردیم چایم نخوردیم
مسکین نه قیماق هم آورده. دیگه ما چی کردیم؟ یک چای تیار کردیم، یک بوره را دیگه، فقط قاب دیگه چیز نه دیگه. او هم رفت و خیر من یک گلاسک چای پرتم. هم دخترم برم یک دفعه اول شب بگیرم یک لقمه نان بخوره که امروز اگر رضای الله باشه یک دفعه برم پیش دکتر ببرم که بسیار مریض هستم، سرطب رفتیده، تاوش گرفته دیگه. بیا سپورت به خدا دوستا، خیلی یک کار میکنیم که ما اول بشینیم یک گلاس چای بخورم. باز انشاءالله هستیم در کنار شما و شما ما را بیننده باشین تا آخر برنامه دیگه. هستیم گپا زیاد است، بسیار گپا دور دراز است. باش چی وقت مازی خانه خلاص میشه و چی وقت جور میشه و چی وقت پاک میشه، چی وقت دلکم جمع میشه یک سه دانه گلدان گل بخرم اونجا ببرم سعی کنم اونجا دیگه. باز میگم نه والا اول دیگه مزه می تزلیت است خودت فهمیدی. خب بیا چای بخوریم، مایزو فک چای نخوریم. بیا خب عزیزان دل، بازم تشکر از اینکه برنامه رو بیننده هستین. یک جهان سپاس عزیزان دل. نمی قدر گل از دست تاوان ما رسید دیگه. تا اینجا رش ما پر کردیم، این تا اینی خطا که میبینیم باش من نشان تندم. تا اینجا را ما پر نکردیم که گردن ما بسته نشه، دروغگویی نشیم. و از اینی به بعدش بچگه کمیم که اینجا من خاک کٹ کرده بودم، یار اینجا ورده انداخته که کلش اینال اونو قدر جایش مانده. اینه خاکم که نکشیدن آوردن انچی کن نکنین. اینجا نجوین چیز در پالی ما چی میگن چو فروشی و قطره خطرق هست که کی را بگویی فهمیدی دیگه. خب اینی را من بخیرم بچه کمیم پس بر بگرده بیایا که رفته خانه. اینه میرم در کراچی جای کنه در نمو آخر تختش کنه چون این خانه زیاد پر چقر چقر بود. چه قسم مچه میاره بفهمانی بگو نه قطرق کی را بگویی. اگه کت قلو خور کنی نه سرشان خود خاک بیسی یا سر چی بلا زن است فهمیدی دیگه. از اونو خاطر ببخشین بازم کاناس و خاناس و نمیشه کت کی زودتر ما چی کنم مزایمت کنم دیگه. اونو منجا پرشه پرانشه خانه چقر بو یک دست دیگه هم راستی تو بینجا دوستا خشته که تلبیسته من اینجا میگم من تو جور شوه این تو رکای این تو کت از اینی دیوال یک رنگ شوه یک رنگ شوه که داله سرش پشانده شوه جور شوه پاک شوه دیگه. خیر خلاص دیگه. بازم توکل ما به خدا. اینی خاکم بیای بچگه ببره پیش یا اینجا رفته ندیدیم دوستا اینجا تک اینجا فعلا حال زندگی میکنم دیگه. اینجا یک هستنینه این زینه را میمونم میشه تا میشم بالا میشم تا میشم بالا میشم. اینجا دینه رو زفتید من پای من باقا شد دیگه. این زینه بسته میشه، زینه روز هیچ سر درکش معلوم نیست. زینه بسته میشه اینجا که زینه خوب پنچی شه. من میگم به دل ما اگه باشه چون زینه اگه زیاد چقرش بکنی از اونجا چقر میشه او چپه میشه ایسو. خب خیر روش خواهیت نظر کردیم که یک چوب باید دوست گرشه یک چوب گور شوه سرزی یک این چادر یک چیز گرفته شوه که زمستان او ایسو نبیایه فهمیدی. سعی کنین دوستا اینجا که اگر اینجا را زیاد چقر کنی او از اینجا چپه میشه میاده دالیست. باز من میگم نه سینی سر تاقه ایتا کم ذره بالا ببره که دروازه اینجا شانده شوه اینجا شانده شوه که سر تو بالا بپره که سرخور نبی. بیا پتازینه بسته میشه. وقتی که پتازینه بسته میشه با دروازه اینجا شانده شوه دیگه. یک گرسیه که اینجا یک شانده شوه این شانده شوه گرسین در 580 دیگه. نام از 580 ماندیم دیگه. دوستان نمی کارا را باید پیش ببرم. من نمی تو به می ذوق خودم که فعلا حالا میگم نمی کارا جور شوه نمی رقم شوه دیگه. چیز تک اینی شوه. و یک چیز دیگه دوستا کورس دستکارم براتون نشان دادم. اینی را مچ بیادر ما به یک سیخه تیر کرده دوستا. این را خود بیادرمشون جور کرده. این را میگه جور کردیم به این دو تا سیخه که از سیخه کاری نقدری نازک دهی تیر کرده. میترسم که یک دفعه سرزی فشار نبیه و سیخ خود کج نکنه. با گرنگی سمتم و با گرنگی غرگل و دستک و نمانو بگید. من تو میخوایم دوستا که این طور شوه که یک دانه گادر اما تو خوبش گادر یکی خود تا اینجا را باید خشت گرفته شوه. خشت گرفته شوه نه خشت به این خاطر گرفته شوه. من خواهم میگم که نمه تا اینجا را تو این قسمت باز اگر نشو سنی مثلا دیوار پیش نامد یک دانه خوب گادر قوی باید در زیر ازی 6 متر است نچم یا 6 متر است من نمیفهم میشه. یک دانه گادر خوبش دیگه باید کار شوه که از او سونم زور سر از این میایه از این سونم زور سر از این میایه.
بیادرم همو دو سر پیش گفت ای ما خود دلم جمع بکن بروی پخته است سمت است گفت خواره کم گفت بیا که مسیخایش نشان بتم تو تا خسیخه کار دیگه انداختیم خب گفتم بیادر اگه میره اینا جور میکردی میره در کرا میدادی اگه می سر یک نفر میشیشت می سر یک نفر چپه میشد می یک خانواده را قتل میکرد همچه رقم میشد دیگه این قسمت نصیب که بود اونال یک دانه گادر خوب قوی کار داره ازا دیگه این می چوب از این فشار در سرش میاره از این سونم فشار در سرش هورگل رازی گل کاگل یا کلان گل از دیگه زور می سرش از همون خاطر گفتم یک دانه گادر بسیار خوب دیش پرت دیگه سپورت به خداوند دیگه اینی هم که اصلا از این چیز بوده خب ولی باز اینجا میگیره از به خاطر که خرد است این خرد است این میگیره جور میشه جای ما آوار است سالون ما فهمیدی سالون ما آوار است دیگه خب از آن خدا خیر پیش کنه توکل به خدا انشالله که کل کار به خیر شود و بلقام ترشخند شده دوستا هیچ هم نداریم یک روزه است دو سه روزه و نیست یک روزه است یک روز نیست که همی برقام چون چرا قم است همی سیاسه را گفتم موازه کتان اگر روشن کنین والا گفت که برقای کم ذره خراب است باش که اگر جور شود 1000 دفعه 100 دفعه چرا نه فهمیدی دیگه به خاطر دیگه برو بیا در منو گپ بزنیم که اینجا مزاحمت میکنه به کامره خب عزیزان دل دیگه هفته آمده ببخشید من در بالا مصروف بودم سر توشکک ما بیان صفت سباست جان مرگی دیگه گفتم باش حقیقتش کنم که هفته و سرش میه اینه والا می تو بانمش دیگه بیازم چی میشه نال قصایر یا باز اینجا نان مان کل چیز جارو نیست لگر شاید دن جارو بتالم که هم جارو زاشه هر دقیقه رو میتکنم آورم می تو خواب بودیست هیچ پرسان نکو اینو از این بچه جای بچه تو دل ما بطن کرده به خداوند دیگه همی دکانکش جای بجای کنه که دل ما هنگم شوه خب تو برو ما میایم برو کامرا تیست دیگه میشه دیگه به مرور زمان خود آرام میشه خیر است تو کم کم به خدا میگم یک سال باشه منزل آسان است فهمیدی زن باشه مرد باشه که دل خدا نکرد یا مثلا کار به صداقت نکرد هیچ وقت خیر نمیبینه دنیا دو روز است فهمیدی هرچی آدم به صداقت پیش بره میگه است پشیمانی هیچ فایده نداره بعدم که پشیمان شوی از کرداری که کردی یا رفتاری که کردی هیچ فایده نداره ولی که هر چقدر عذر کنی معذرت بخوای یا کدام گپ و سخن هیچ فایده نداره یک دفعه که دل رنجید دیگه هیچ بدر نبخوره که بچه هر صدا کنه خب این گرم که میبینین بسیار چقدر دوستا بیشتر ترقه داشت اینجا چه فروشی است ولی بسیار تخته را قیمت میده بسیار تخته خوب آورده خب اون از پشت تکه معلوم میشه دوستا خداوند قضا میرم بخیر کنه تخته هست در من گفتم یک ذره میگیرم در وسط گفته در خانه در سر نمازی چوبا میچینم که در سرش گرگوره گل پرتم رفتم قیمت کردم 380 روپه 380 روپه یا 390 روپه گفت دوستا ولی کم بغل میکنی چوبه تخته را وقتی که بغلش میکنی میگی تو باش خیلی هم یک بغل ما الا یک سر نیم سر شد وقتی کورم میمونه در مابین ترازو و دو سرم بالا میتره ما بیاداری یک بغل از میگه هم شده مناسای که ترازو را چون تر است وزنش گرنگ است دیگه دوستا اینی هم بیرون میکنم یا میرم از این جگه پوسی میشه که نقشه اولی رو خراب کرد اینی هم باید بیرون شوه اوز شوه نمی یک رسته هر چی کردم یک رسته بیاد اون رستم در روزی کوچم نزدیکم و تشنا بعد رفت تشنا به وضو کردن و نمانو بگی کلشم یک رسته شد از اون جسه که در روزی خانه اینجا دلیز اینجا تشنا بعد رفت یه خود دیگه بخی ما بدن پشیمان شدیم واقعیتش که پسین در سر ما کار کرد این از اینجا اوسو میکنیم خشتای شیسو مندازیم دیگه اینی خشتا را اینجا کوت میکنیم یک طرف این مردکه میگم شیره اگر کدام دیوار چیز جور کردین در دیوار ما شما حق نداریم مشکل نیست قدر خودم هم میفهم که دو نه ما پیسه دادیم نه ما دو زحمت کشیدیم نه ما دو کار کردیم نه دو شریک هستیم در پالوی دیوارت اگر خواستم ما چیزی سجور بکنم در پالوی دیوارت ما دیوار بالا میکنم ما هم گفتیم کار نخوردیم نان خوردیم دیگه خوب ازان اینی کلش میردیم چکوری این سعی کنیم چطور چکوریست یارو بچه کمین کلش جا پایین انداخت و اینی رو هم جور کرده که یک دانه دسته که دیگه میگه جور کن در پولی ازی پرتم
اونو دکان بیار اینجا بمانه، اون دیوالم پایین میشه، پشت از اونم سرش پاک کنم بیارم در اینجا کارش کنیم، یا ایس یا اوس یک جای کارش کنیم، مشکل نداره. فهمیدی؟ دیگه یعنی آدم در خانه جای خود هر چقدر که زحمت بکشه، کار بکنه، عرق بریزانه، یک لذت خاص داره. در خانه مردم که هر چی کنی ولک بلدنگ هم جورش کنی که یک زنانت خط شد میگه یعنی حساب باید این فلانی چیزا کارت کنی، یا نه قدر پیسه باید ببانی. نمیشه، قربان خانه خود آدم. فهمیدی؟ با صداقت که پیش بری، خانه خودت خانه دیگران هیچ چیزی نداره، ولی از خودت تا مردم خیلی فرق میکنه. دیگه یعنی این منطقه چقوریست باید این پرانه شوه. اینی دیوال کوس چپه شو، اینی گلا کشتی یک رنگ پرانه شد. دوستا کم یه اوره وزیره مرا اوره وزی کشته، باید اوره وزی تو دیوال غار شوه و تو در جوی برده، جوی کوچه. این از اینجا کلش یک رنگ شو به تورهش برآمد که اینمی یک دانه پایپ خوب کلان، پایپ کار دارد، پایپ پلاستیکی کلان. من نمیفهم چند رنج است، چرا قمیص اوش باز مردم میفهمه دیگه. اونم از یک دانه پایپ پلاستیکی که اینم از اینجا تو وصل شوه برای وهند کوچه در جوی کمیا و ما و باران و کل چیز باید براموسو. ولی اینم از زیر اینم دستکا فکر کنم که اوراش کشیده میشه. چیزی که مو بچه کاکای مو برادر میاد گفتن گفت نمی رقم میشه. خو اول خو گفتش چقرش نکو. وقتی که من تو سعی کردم نه یا در خانه بیایم باشم نباشم یک مرگ است، یک مردن است. خدای نخواسته دخترم خورد نمیفهمه، شب تا صبح بارانا را خودی دیگه چرا خم بارانا میشه یا خو باشم یک وقت سعی کنی که کل مال حال در زیر او شد. نه باید این را جور بکنیم که اوره وزی برایه، اوره وش معلوم شوه. زمستان است، در برف است، بارندگی است، همه چیز است. یک اینجا یک پایه میزنم، یک پایه اونجا میزنم و اینی سرتا کرسی دروازه دالیز بلند میکنم که سرخور نبیه. این ازی زاویه این ازی باید سعی زینه زده شود، سعی پتازینه جور شود، اونجا دروازه شانده شود و پایینتر هم دو پتازینه خوبش باید کار شود دوستا. اینجا که یک پایه گور شود، اونجا یک پایه و این چادر نمازو قسمت تا یک قسمت که بیا بازه و ایست چپه نمیشه، چون هم یک خشت یک نیم خشت بلندش میکنم. این ازی زاویه میکشمش که برای پایین از این قسمت خود بخی نمیمانم را برش بخاطر که گفته نمیشه احیانا من هم میباشم او چپه میشه، این آدم فکرش بکنه دیگه. بیا خداوند خیر پیش کنه، قدرش کشید انشالله. الله بزرگ است، دیگهش هم نشه، دیگهش هم نشه. توکل به خدا. دیگه من هم حضرتان مرخص میشم گفته رقم هفته و سرخ است، باور به خدا کنید که روی تا میسوزه. خب یک مشکل از خود از درد نداره. فهمیدی؟ انشالله که سخراندن هفته و دیگر روز کریم داشته باشه. فهمیدی؟ یعنی محرم شو بر ما. یا من حضورتان مرخص میشم تا برنامه دیگه که در خدمتتان قرار میگیم. به خدا گفتم نسپاریم، لایک شیر فراموش نکنین، ما را تنها نمانید. انشالله که در کنار ما باشین تا آخرین لحظه، تا آخرین نفسایی که دارین. خداوندتان 1000 سال عمر بده و خداوندتان اجر بده، خیر ببینین. انشالله که قدیمه هستین، در کنار ما هستین، خوش و خرم باشین. در برنامه دیگه باز ما را بیننده باشید اگر بود قسمت نصیب. اگر نه که دخترک ما مریض است، من یک دفعه پیش دکتر ببرم. یا بخیر و بخوبی باشین، وقت خوش هر جای باشین، کامیاب موفق سربلند باشین. الله یار یاورتان. خداحافظ.